من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب والآل. من القلب یک چیز در زندگی مسلمان‌ها فراموش شده و همون چیزی که فراموش شده اونها رو ذلیل کرده، دشمن رو وادار کرده که در اونها طمع بکنه، و اون هم ترک جهاده. ذروت و سنام الاسلام، بلندترین قله اسلام در حدیث وارد شده که جهاده. زمانی که مسلمان‌ها جهاد از فرهنگشون در آوردن، زمانی که مسلمان‌ها دل به دنیا بستن و بزدل و جبان و ترسو شدن و خونشون از دین خدا و امت محمد صلی الله علیه وسلم با ارزشتر شد و بخیلی به خونشون کردن و مالشون و اولادشان و جوانانشان، امروز مشتی انجاف، مشتی قرده و خنازیر، کسانی که مسخ شده هستند و وطنی نداشتن و آواره دنیا بودند، امروز اینطوری امت اسلام و ذلیل و خوار کرده. 3 میلیون 1 میلیارد رو ذلیل و خوار کرده، چون ما جهاد رو کنار گذاشتیم. اصلا از فرهنگ جهاد صحبتی نمیشه. یکی از بزرگان و سلاطین فرانسه میگه که گاه وقتی میخوابیدم در اتاق در بسته، شیشه های ضد گلوله با اون همه حراس و نگهبان، یک دفعه احساس میکردم در خواب که تخت خوابم زیر کمرم میلرزه، بلند میشدم، پریشان میشدم. یک دفعه فکر میکردم دست گرفته در دل شب داره برای بیداری مردم می‌نویسه. اینطوری دارن میترسن تا زمانی که دوباره جهاد و حب جهاد زنده نشه و علمای بزرگ اسلام درباره جهاد صحبت نکنند و حکام و علما فرمان جهاد ندند، اینها همینجور طمعکار هستند. کنفرانس و اجلاس و پرچم سوزندن و آدمک سوزندن و شعار دادن و مرد بر فلان و مرد بر فلان، نه. سلطان عبدالحمید خلیفه عثمانی، یهود و انگلیس تعدادی از سران یهود فرستادن به محضر اون شخصیت مجاهد بزرگ سلطان عبدالحمید ثانی، خلیفه دولت عثمانی، که ما تمامی دیون دولت عثمانی رو پرداخت میکنیم، این قدر درهم و دینارم به عنوان هدیه به خودت میدیم، مقداری از اراضی قدس و فلسطین و اورشلیم و برای ما بفروش. تمامی دیون دولت اسلامی رو پرداخت میکنیم عثمانی، و این مقدارم برای خودت 100 دینار، 100,000 دینار هدیه برای خودت، مقداری از اراضی فلسطین برای ما بفروش. میدونی در جوابشون چی گفت؟ سلطان عبدالحمید رحمه الله گفت ما فلسطین رو با خون از دست دادیم، با خونم پس میگیریم. بهای قدس شریف خونه.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي، وتوحيد لأمتنا بحب الصحب